من هستم، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه تو چنل من. امروز براتون یه ویدیو، یه گیم پلی خفن آوردم، اصلا برید حالش رو ببرید. بعد قبلش لایک و ساب و کامنتاتون نره، کلی حمایتم میکنید با این کارتون. چنل مطبوعم اون پایین است، حتما سابسکرایبش کنید. اون پایین منظورم دیسکریپشن بچه‌ها. و اینکه امشب تو ویدیو دوم قراره یه سری صحبت‌ها کنیم، پس ویدیو دوم اصلا امروز از دست ندید. اتچمنت این گانم توی ویدیو هست مثل همیشه، پس تا آخر ویدیو رو ببینید که اتچمنت رو گذاشتم براتون. خب بیاین یه ذره در مورد کیوکی 9 صحبت کنیم که من اصلا فکر نمی‌کردم اینطوری شده باشه. نمیدونم الانم چرا دارم امینم وار صحبت میکنم، ولی دارم صحبت میکنم. خب بذارید یه ذره آرومتر صحبت کنم. اصلا انتظار نداشتم که کیوکی 9 اینطوری بزنه و یه دونه اتچمنتی که من همیشه امتحان میکنم. البته دیدین که اینجا ببخشید 13 تا دمیج میده و کیوکی 9 گانیه که بچه‌ها واقعا واسه رنج خوب نیست، یعنی به معنی واقعی واسه رنج خوب نیست. یعنی ته مپی که میتونید بکشید همین شوت هاوس، مثلا سامیت باشه، نوک تاون باشه، مپای دیگه خیلی 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 سخته کشیدنشون. همین جام حتی فایتایی که لانگن رو نباید بدین تا حدودی، چون که 13 تا دمیج تقریبا یه چقدر بزنی نمیدونم 7-8 تا باید بزنی تا بمیره. و در رابطه با گانایی که 3 شات هست، 2 شات هست، اینجور چیزا 7-8 تا خیلی زیاده و اینکه 45 تا تیرم بیشتر نداره و گانایی هستن همین تو SMG ها که تیراشون بیشتر باشه. اما اگه کلوز رنج باشه مثل اینجا، شما میتونید 4 شات کنید ایزی پیزی. 33 تا دمیج میده تقریبا، نمیدونم بیشتر میده یا نه. تو هد قطعا بیشتر میده بچه‌ها، ولی فکر نکنم تو بادی بیشتر دمیج بده. پس حتما چیز کنید، امتحان کنید خودتون، بیاین راستاً بنویسید که آیا امکان داره با اتچمنتی چیزی توی بادی هم بیشتر از 33 تا دمیج کنه. اینجا هم که میبینید میشه دیگه 25 تا 4 شات. فکر نکنم 3 شات بادی داشته باشه مگر اینکه یه دونه هد بزنید و میبینید که چقدر این دمیجاش متفاوت تو هر پارتی. اینم چیزشه، اینم اسکرین شاتشه، اینم اتچمنتشه. حتما اسکرین شات بگیرید، مطمئنم که خیلی به کارتون میاد و حتما بچه‌ها تست کنید و برام بنویسید. و یه چیز دیگه، اگه اتچمنت خیلی خوبی دارید برام حتما توی کامنت ها بنویسید. هر گانی باشه هم مهم نیست، یا اینکه توی اینستا که همون آیدی پیجه، یعنی آیدی چنل ایتستیا، یه سرچ بزنید میاد، حتما برام بفرستید. من اتچمنت رو تست میکنم. اگه اتچمنت اوکی بود حتما حالا عجیب غریب خوبم باشه اوکیه، ولی خوب باشه حتما براتون ویدیوشو میذارم، اسم خودتونم توی ویدیو میارم، حالا کامنتتون یا اون دایرکتتون و اینا. پس حتما برام بفرستید دیگه آقا. همین دیگه. در مورد گان بخوام بهتون بگم، من همیشه کیوکی 9 رو با مگ 45 تایش بچه‌ها چیز میکنم، پلی میدم و از نظرم خیلی 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 بهتره تا حالا مگ نداشته باشه یا مگ دیگه ای داشته باشه، چون که رسما 45 تا ایزی پیزی اینجا نگاه کنید. داشتم هد بعدی هم میزدم ولی خب گیم تموم شد. حالا بریم مچ بعدی هم یه ذره براتون گذاشتم. مچ یه ذره ترای هاردی بود حس میکنم حقیقتا، و داشتم که حقیقتش بخواین اوبیجی پلی میدادم واسه اولین بار توی زندگیم و دلیلش هم نمیدونم. البته دلیلش هم اینه که گانم SMGه و مپ اونقدر SMG بازی نیست. مجبورم برم تو پوینت که اونا راش منو بدن و پوینت هم که حالا مثلا از این سر مپ تا اون سر مپ نیست. میدونم حالا یه ذره کنترل کنم بزنم و دلیلش هم این بود حقیقتا. دیگه هم آخرای ویدیو. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. لایک و ساب کامنت که یادتون نره، کلی حمایت هم میکنید با این کار. حتما کامنت خوب برام بذارید. دوستتون دارم. ویدیوهای بعدی میبینمتون. See you.